رقصه که گفتم به رقصه. خاطره یادم اومد از مرتضی حسینی، میگفت چند وقت پیش عروسی بودم، وسطای عروسی بزن و بکوبی بود، من زدم بغل دستیم، گفتم اون پسره که اون وسط میرقصه چقدر بیریخته، چقدر بد میرقصه. بغل دستیم گفت اون پسر نیست، دختر منه. میگفت انقدر خجالت کشیدم، دوست داشتم زمین دهن واکنه برم تو زمین. گفتم حالا چجوری از دلش در بیارم؟ بهش گفتم قربان من صمیمانه پوزش میخوام، من نمیدونستم شما پدرشین. گفت من مادرشم. حالا میخواد چجوری کمش کنم؟ اینقدر زایه به ابتدا میشه آدم اصلا من چی بگم؟ حالا یک و فقط تو ایران وقتی یک مردی در زندگیش خیلی پیشرفت میکنه بهش میگن مردی که دزد. با خوب پیشرفت کرده چرا؟ خب تو هم برو تلاش کن پیشرفت کنی، آخه چه کاریه؟ و فقط در ایران وقتی کسی میمیره فرداش همه فامیل میگن ما خوابشو دیدیم. توی باغ سرسبز بود، این لباس سفید تنش بود، گفت من جام خوبه، شما فکر خودت رو باید داشت خوبه. آره راحت باشی. ولی چی بگم؟ آقای اکبر نژاد میگم من صابون خریدم رفتم هموم خودم کف کردم صابون کف نکرد. جنس چینی در انتسه اینجا کجا قربان؟ آرامش خودتون رو حفظ کنید. یه سوتوجی دکتر گفته من دارو برات نوشتم. گفت من نمیدونم اون روشو نوشته بودی 12 ساعت یکی هر یه ساعت من هر یه ساعت 12 تا خوردم، هر یه ساعت 12 تا سفکسیم خوردم، معلومه حالش بد میشه. بیا چیه اصل جنس ما؟ گندتون اینه؟ ببینم تو بالاخای اون در اومدی الان؟ آره؟ نخیر، من اومدم میگم خانم ها آقایان، لیدیز اند جنتلمن، درست فرمودن. ایشون معلم هست، با هلیکوپتر از بالای میدان آزادی که حرکت کنید و پایین نگاه کنید یه مدرسه راهنمایی میبینید، بچه هاش اینجوری هم. مگه من کانگورو پرورش میدم مرد حسابی؟ آغوش تا به غیر من به روی ایشتیبان منو از این دل خوشیان آرامشم جدا نکن، منو تا گوشت بگیر، منو تا گوشت بگیر. تا بو میدی آغوش تو کثافت. حسن خطرناکی هستن زشت. بوسیدن سرای من مثل ناموس هم طعم لبای مگس. به جان خودم تو این 20 سال خدمتی که معلم بوده کوچکترین شاگردی که تحویل جامعه داده ساسی مانکنه. همه دانش آموزان پزشکنه. پزشک؟ بله دامپزشکن، فرقی میکنه. رهاش کنی؟ نوازش دستای تو خرچنگ ترکم رفته از این کرم حلزونی که تبلیغ میکنن خریده، زده بود قیافه شبیه لاک پشتا شده بود مدتی، رو این برعکس جواب داد. عزیزم هر چی که تبلیغ میکنن نباید بخره. خدا وکیلی من یه جمله بهتون بگم، حسن ریوندی الان حیف که این داره دق میکنه. از کجا خریده کت شلوار تو؟ مرتضی برام خریده عزیزم، دوست خوبی نشه. معمولا این گونه از لباس‌های برند را در نقاط بسیار خاص تهران می شود پیدا کرد. من کمربند قشنگی. آقا من داشتم می اومدم یکی از دوستان درخواستی داشت از من. نه آخه یه سگک قشنگی هم اینجا شبیه یکی از دوستان یه کار درخواستی گفتش که خرک میمونه سگکش اینجا. میگفت یکی از رفقاش پسرش فرستاده بود ژیمناستیک، میگفت بعد 6 ماه هنوز بلد نیست یه ملق ساده بزنه. بهش گفته برو خب ببین چه کار میکنه سر کلاس.
رفت و برگشت گفت چشمم روشن. رفتم دیدم از بچه‌م به عنوان خرک استفاده میکنه. بچه دیگه پیشرفت نمیکنه. که برم برای حبشم دیوانه. حسن جان وقت نداریم به خدا. اگه راست کلی برنامه داریم. شما وقت نداری، شما وقت نداری، شما وقت دارین؟ من حمایت این جمع کسی رو پشت سرم دارم. تو چی میگی اینجا؟ اگه راست میگی خارجی بخون اون قیافه. خارجی میخونم، افغانی بخونم، منظورته؟ بخون. به یاد خاطراتی که در افغانستان داشتی. چی بود؟ هر سال در کشت خشخاش مقام اول رو داشت اونجا. همه رو نگو دیگه. یاد طولانی داره تو این. مگه کنده کاری کردی؟ یه روز مرتضی میگفت سوار ماشین شدم، سوار تاکسی داشت سیگار میکشه. گفتم آقا اون سیگارو تو خاموش کن، دودش من اذیت میکن. گفت راننده تاکسی گفته خاک تو سر جوونای تو سن سال تو کراک میکشن، وقت تو سیگار خوشت نمیاد؟ بعد مثلا اینو گفتی جیب سفید همینه. آمادگی داری با ریت. این برای شما میخونه، من برای شما معنی میکنم. اسپانیایی چیپسیکی. Amor mío, من به تو نگاه میکنم amor mío, por dar bochum no charas. و تو بی تفاوت از کنار Yo que dará ya la sola, ven a Johnno. و من روزی از این درد خواهم مرد. Ven si Miguel. Por vez, no volveré, no volveré, no volveré. اگه فوش نوشتی بده منم بخونم. نوشته لطفاً No querré این کنن لیلا. مرض. نوشته لطفاً مجریا لال بشن، شما با اون قیافه مسخرت مسخره بازی در بیار. شما تعریف کردین، له کردین، فوش دادین، چی دادین؟ برو. این کاغذ رو دیدم یاد یه